گنرال سابق غفار میرزایف که پس از چند روز یعنی در ماه آگوست مهلت حبس او به 13 سال پر می شود پس از دریافت نکردن پاسخها از طرف مقامات تاجیکستان خصوصا از جانب امبودسمن و دادستانی کل تاجیکستان دست به گرسنه‌نشینی میزند. در نامه‌ای که غفار میرزایف به دادستانی کل و به امبودسمن پیشنهاد کرده است میبایست مهلت نگهداری او و رژیم نگهداری و شرایط نگهداری او دیگر کرده میشد، زیرا موافق قانونگذاری تاجیکستان پس از 10 سال باید یک بازبینی و دیگرگونی در شرایط نگهداری محبوس وارد کرده شود. اما در نسبت غفار میرزایف این دیگرگونی ها هیچ صورت نگرفتند و بر ضمن این نامه هایی که به امبودسمن و دادستانی کل پیشنهاد کردم همچنین به عنوان پرزیدنت تاجیکستان امامالله رحمانوف و همچنین به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد اما پاسخ دریافت نکرد و این نتیجه شد که روز شنبه گذشته غفار میرزایف دست به گرسنه‌نشینی زده است. با معلومات شما میرسانم که اگر این خواهش من اجرا نشود در چارچوبه قانون برای من دیگر این زندگی در این حالی که در پیش چشم من قانون شکنی و صرف نظر کردن قانون ها چی در کار به من مجبور می شوم که اعتراض خود را با راه گرسنه‌نشینی یا با دیگر را از سنه 05 آغاز کنم. از شما خواهش می کنم این مسئله را دیده برایید. نمی شنبه گذشته روز شنبه گرسنه‌نشینی کردگی فشارش آوردستن کار سرش کردگیان نزدیکان اون برای آزادی خبر دادن و گفتن که از داخل محبس اطلاع دادن که غفار میرزایف دست به گرسنه‌نشینی زده است و به این نشان اعتراض منتظر است که مقامات به نامه‌های او پاسخ میدهند و در رابطه با اون درخواست‌های کرده است چاره‌جویی میکنند. خصوصا غفار میرزایف بسیار میخواد که نماینده‌های امبودسمن به وارد محبس شوند و با او ملاقات کنند و شرایط نگهداری او آشنا شوند و از جمله پیشنهاد میکنند که حداقل در اتاقی که نگهداری میشد میز کاری و کرسی باشد که اون تواند نامه نویسد و همچنین شرایط نگهداریش در حبس تغییر داده شود و او را به اتاق انتقال دهند که حداقل 2 یا 3 نفر نگهداری می شود، یعنی در یک اتاق موافق تر.